سلام و عرض ادب به شما فیلم بازان. من سینام، به کانال فیلم هندل خوش آمدید. تو این قسمت قراره به معرفی 5 فیلمی که در سطح که نه ولی میتونن به رقابت با فیلم های سری جان ویک که در 4 قسمت و آخرین قسمتش که در سال 2023 پخش شد بپردازیم. کمتر کسی رو میشناسم که فیلم های جان ویک رو ندیده باشه. شماره 1. I chose this life, and someday it's going to get me killed. اتمیک بلوند اتمی، یه فیلم خفن از همون سازندگان جان ویک. شارلیز ترون با یه بازی دیوونه کننده تو نقش جاسوسی که وسط برلین جنگ زده با مشت و لگد راه میره. اکشن این فیلم به قدری واقعیه که احساس میکنی توی اون راه پله داری نفس میزنی. صحنه های مبارزه بدون کات، پر از درد، خون، عرق و خشم. اگه جان ویک رو دوست داشتی این فیلم رو از دست نده. این فیلم از بین 215,000 رای نمره IMDb 6.7 از 10 رو کسب کرده. منتقدین این فیلم نمره 63 از 100 رو بهش دادن. شارلیز ترون برای این فیلم بیش از 3 ماه تمرین رزمی روزانه داشت و برخی صحنه‌ها باعث شکستگی دندانش شد. 98% صحنه‌های اکشن بدون بدلکار اجرا شد. فیلم بر اساس رمان گرافیکی The Coldest City ساخته شد. سکانس مبارزه راه پله 10 دقیقه‌ای به شکل پلان طولانی طراحی شده. از آهنگ‌های دهه 80 مثل بلو ماندی و 99 لوفت بالونز برای ایجاد فضای سرد و جاسوسی استفاده شده. فیلم شماره 2 The Raid یورش. برمیگردیم به اندونزی، جایی که مرز بین هنرهای رزمی و قتل عام خیلی باریکه. یورش یه فیلمیه که با بودجه کم ساخته شد ولی قلب هر طرفدار اکشنی رو تسخیر کرد. صحنه‌های مبارزه تو این فیلم یکی از بهترین کوروگرافی های تاریخ سینماست. توی ساختمان گیر افتادن بدون راه فرار و فقط یه راه پیش رو است: بکش تا زنده بمونی. اگه جان ویک یه ماشین کشتاره، این فیلم یه کارخونه مرگسازیه. این فیلم تنها با بودجه $1,000,000 ساخته شد ولی تبدیل به شاهکار اکشن شد. تمام حرکات رزمی فیلم از هنر رزمی اندونزی الهام گرفته شده بود. بیشتر بازیگران رزمی کار حرفه‌ای واقعی بودند، نه بازیگر معمولی. کارگردان فیلم گارث ایونز یک انگلیسی است که در اندونزی زندگی می کند. فیلم جایزه تماشاگران جشنواره تورنتو و SXSW را برد و از منتقدین امتیاز بالایی را گرفت. این فیلم از بین 225,000 نفر رأی IMDb 7.6 رو از 10 گرفته. نمره راتن تومیتوز 87 رو کسب کرده. So they took maybe $20 and an old watch? Mr. Manson. فیلم شماره 3 نوبادی هیچکس. اگه فکر میکنی باب اودنکرک فقط برای طنز ساخته شده، این فیلم رو ببین و نظرتو
عوض کن. هیچ کس. انگار جان ویک رو انداختن وسط یه خونه معمولی با یه پدر خسته، ولی یه پدر خسته خیلی خطرناک. اکشن این فیلم سریع، واقعی و دردناکه. صحنه اتوبوس شاهکاره و از همه مهمتر این فیلم همون حس رضایت جان ویکی رو داره وقتی یکی رو له میکنه. این فیلم از بین 356,000 رای نمره IMDb 7.4 از 10 رو گرفته و نمره راتن تومیتوز 84% رو کسب کرده. بازیگر اصلی خودش 2 سال تمرین مبارزه دید تا تمام صحنه ها رو بدون بدل اجرا کند. شخصیت اصلی فیلم الهام گرفته از جان ویکه، ولی در فضایی خانوادگی تر. در صحنه اتوبوس صداگذاری ضربات با صدای استخوان واقعی شکسته شبیه سازی شده. نسخه دوم این فیلم در دست تولید است و قرار است در دنیای جان ویک هم به آن وصل شود. Times you're gonna catch a bullet. استرکشن، استخراج. کریس همسورث اینجا نقش یک مزدور خشن رو بازی میکنه که میخواد یه بچه رو از وسط باندهای مواد مخدر بنگلادش نجات بده. فقط همین رو بدون یه سکانس 12 دقیقه‌ای بدون کات که از آپارتمان میپره پایین، میره تو ماشین، بعد دوباره تیراندازی. انگار توی بازی کال آف دیوتی افتادی. اینو نبینی یعنی از زندگی نصف و نیمه استفاده کردی. این فیلم از بین 280,000 رای نمره IMDb 6.8 از 10 رو گرفته و نمره راتن تومیتوز نمره 56 از 100 رو کسب کرده. سکانس تعقیب و گریز 12 دقیقه‌ای به صورت کادهای متصل طراحی شده و بسیار مشهود است. کریس همسورث خودش 95% صحنه‌های اکشن رو انجام داده. 너도 내가 나쁜 사람처럼 보이니? The Man from Nowhere، مردی از ناکجا آباد. قصه مردی مرموز با گذشته تاریک که وقتی دختر بچه همسایش دزدیده میشه تبدیل به یک هیولا میشه. بریدن، دویدن، خشم، شمشیر، مشت، چاقو، همه چیز توی این فیلم هست. حس و حالش خیلی نزدیک به جان ویکه ولی با عمق احساسی بیشتر. این فیلم از 78,000 رای نمره 7.9 از 10 IMDb را کسب کرده و نمره راتن تومیتوز از 100 رو کسب کرده. بازیگر اصلی کمربند مشکی در تکواندو رو دارد و خودش حرکات رزمی رو انجام داده. فیلم ترکیبی از درام احساسی و اکشن و داستان نجات یک کودک را روایت می کند. فیلم پرفروشترین فیلم کره جنوبی در سال 2010 بود. برنده 7 جایزه بزرگ از جشنواره‌های فیلم کره‌ای از جمله بهترین فیلم و بهترین بازیگر مرد. ممنون که تا اینجای ویدیو تماشا کردید. لطفاً ویدیو رو لایک و کانال ما رو سابسکرایب کنید تا بقیه ویدیوهایی که در طی هفته گذاشته میشه بیخبر نمونید.